قراره بریم پیش ناخونکار VIP، همه ترفنده و رازاشو یاد بگیریم و خودمون بریم دستگاه بخریم، همه چیشو از صفر تا صد و همه کارهایی که آرایشگاه‌های CIP VIP TIP CIP میکنن رو روی خودمون پیاده کنیم. و مطمئن باشید که آخر این ویدیو شما میتونید یه سالن زیبایی ناخونکاری بزنید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. خدایا دعا کنید یه روزی من تو این محله ها بتونم خونه بخرم، حالا در حد اجاره‌ام بتونم بکنم خوبه. در حال کف کردن بودم و داشتم منطقه آرایشگاه پرستارمون رو زیر نظر میگرفتم و همش حسرت میخوردم. بچه ولی خدا رو چه دیدی؟ ببین کار خدا اصلا معلوم نیست. اوس کریم میخواد چیکار کنه نمیدونم. من ماشینا ته کوچه اصلا اولش چیز کردم پارک کردم، بلد نیستم کجاست. گوشتم هم هست. بعد کلی گشتم بالاخره آرایشگاه پرستاره VIP اون رو پیدا کردم. اول رفتم ساختمون بالا که دیدم ازکی من نوبت ناخون داشتم. اشتباهه و اونجا کلینیک زیبایی بود. نگو طبقه پایینش آرایشگاه بود. اسم اون که بهش نوبت دارم اصلا نمیدونم چیه. همین که وارد شدم یک سری تخت گذاشته بودن که برای مژه کاری بود و همینطور میز برای ناخون کاری. ولی ببین ما یه جای عادی نمیخوایم بریم، اینجا یه اتاق داره، اتاق VIP. ته میریم داخل میشیم. الهام داخل میشود. همین که رفتم یه محیط کوچولو موچولو بود. یا لزارات الحسین خانم بهم گفت چی میخوری؟ نسکافه میخوری یا چایی؟ وای منو هول کرده بودم گفتم چای. پشیمونم کاش که نسکافه رو انتخاب میکردم. اسم آرایشگرمون رو چی بذاریم؟ فرنگیس. آخ که دیگه فرنگیس عشق تو دیوونم کرد. من در حال عشق و صفا با مصطفی بودم و داشتم چایمو میخوردم. جا خدایا لزارات الحسین از این بیسکویت هم بهم داده بود. فرنگیس جونم داشت طرح سخت منو نگاه میکرد. بچه‌ها یه ته براش برده بودم یا لزارات الحسین بتونه درش بیاره. خدا نکرده نون و نمکشو خوردم. نخوام بگم گند زد تو ناخونم. ولی میخوای فاش بزنی یا به نظرت همین قدر نه خوبه؟ آره رو همین. بعد میخوای بادونشون کنی دیگه. ببین این کارو میذاری برای خواهر مادر خودت انجام میده هر جوری به صلاح. به نظرت چه طرح ناخونی به ناخون من میاد؟ منظورت مدله؟ آره آفرین. این که یه چیزی مثل حالت گلدونیه. خب داخل پرانتز بهتون بگم که ناخونام اینجا ترمیم CIP یادتون که هست چقدر ازم گرفتن. ولی بادونی دستاتو کشیده هستا ولی یکم دست چیزه توپولو کشیده. همه خب نه که انگشتات کشیده است. بادومی دستاتو کشیده تر میکنه. خودم بادومی نوک تیز دوست دارم، یعنی قشنگش تیز بشه. حالا اونقدر تیز نه ولی پهنم دوست ندارم که بادومی اینجوری. آره مثلا یه کوچولو این حالتی تیز طور باشه دوست دارم. خب باشه. خب ببین یه چیزی نمیدونم اون جایی که میرسی تنگ شخصی داشتن یا نه؟ خب داشتی؟ خودم ببرم خونه؟ آره. نه یعنی همون دوششو میذاشته؟ اگه خیلی شخصی نبود یعنی یه دستگاه داشتن میذاشتن توش استریل مثلا. نه اونی که وسایل فلزیه مثل اینه که اونها رو میذاریم. اینا مال خودته، یعنی همسر ساهانش هست که دیگه این استریل نمیشه. همینه فقط برای خودت استفاده میشه، روش هم اسم خورده میشه. بعد حالا مثلا اومدی اینجا یه بار اومدی دیگه نخواستی بیای، خب اینو با خودت میبری. چه خوب. آره نمیبری هر جایی که رفتیم میگن همین مثلا استفاده کنی. چه خوب. چقدر ببین هزینه این 200 تومنه. خب عزیزم فیض مالیکول هست، ساهن دستی هست. آره من بکو قبول کردم ولی استرس اینو داشتم که اصلا پولم نرسه به ترمیم همچین ناخونی. به نظرت اینو بکنیم یا اینو بکنیم و هزینه هاشم بگم من ببینم اصلا اینقدر موجودی حساب داشته باشم شرمنده‌ات نشم. اول قابلت نداره. میخوای ترکیب کار کنیم؟ قیمتش چقدره؟ جینگول محله قیمتو بهم گفت ولی نمیخوام فعلا به شما بگم. آخر بار بهتون میگم که سورپرایز شید. از ناخونای CIP خانم VIP عکس گرفت که بذاره توی پیجش. ازش پرسیدم که ناخونام چطوره و نظر خیلی خوبی نداد راجبش. فرنگیس خانم شروع کرد با سوهان برقی سوهان بکشه و اون مواد CIP رو از ناخونه من دور بکنه. دور شید نرو تو هم مثل من. تو چجوری استریل میکنی؟ با چه وسیله‌ای؟ ببین اول که باید بشوریمشون با ماژون میشوریم، بعد مغز ضد عفونی کننده میزنیم، بعد میذاریم خشک بشه. میتونیم هم بشوریم میتونیم نشوریم. همون ضد دستگاه دستگاه
با حرارت خیلی بالا استریل میشه. فرنگیز جون حس میکنم یه کوچولو رگ خواب منو میدونه، چون که هم بهم خوراکی داد، هم اینکه من فقط توی بهداشت این دستگاه ها رو میشناسم. ببین از این دستگاه هم داشت، من کم کم داشتم عاشقش میشدم. فرنگیز رو ولش کنید، باید یاد بگیریم چه جوری داره کار انجام میده. ببین حس میکنم مانیکورش پدیکور مانیکور حس میکنم مانیکورش به سبک روسیه. بچه‌ها هر کی میخواد با کلاس به نظر برسه یه روسیو میندازه وسط، هم برای آرایش کردن هم برای ناخون. پس ما هم میخوایم مانیکور کردن روسیو یاد بگیریم. ببین سوهان برقشو از طریق خیاری اینجوری پایین به بالا میاره و موادو پاک میکنه، هم از راست به چپ فرقی نمیکنه. مهم اینه که این مواد از روی ناخون پاک بشه. دقیقاً وقتی کارش تموم شد یه براش پرده‌ای طور آورد، همه موادی که روی دستم بود و پس زد. اما هیچ وقت دلم نمیخواست مواد خانم سیاهی که از روی دستام پاک بشه. با خودم گیرم از چی دلگیرم. رفت سراغ پک شخصیم، چون که من دیگه از این به بعد پک شخصی دارم و سوهان دستی رو کشید بیرون. روش سوهان دستی کشیدن به روش آفریقایی آسیاییه، دیگه از روسی بکشید بیرون بچه‌ها. ببینید میخوایم عین هیکل خانم‌های آفریقایی ناخون رو زیباتر بکنیم. حالا چه جوری حالتش باید بدیم؟ زاویه دست گرفتن سوهان دستی خیلی مهمه، دقت بکنید خواهشم به تصمیم. بچه‌ها من دیگه نمیتونم از طریق درجه بهتون بگم چند درجه، خودتون باید حفظ کنید. یه درجه خاصی اینو گرفته دستش و خیلی نباید سوهان توی دستتون صفر بگیرید. شروع کنید بچه، شروع همیشه توی دنیا اصلا بهتون 100 بارم گفتم خودتون رو بسپرید به موجهای آب، راست چپ بالا پایین. حالا 1 2 3 فرنگیز از اون روز که بابا تاکسی خریده، آخه خواب خوش از سرم پریده، صدیقه سکینه سپیده. بسم الله. داشت یادم میرفت بسم الله ویدیو رو بگم و داشت برکت از ویدیو میرفت. بچه‌های عزیز ببینید یه سر سوهان داشت، خودش سوهان بود، کردش تو سر سوهانی، بعد متصلش کرد به دستگاه گلابرتون. دیگه تو کامنت برام نوشته بود حالم به هم شد اینقدر نگو گلابرتون. مگه گلاب چیه؟ گلاب دیگه، گلابرتون. با یه چوب، این چوبا بچه‌ها 1000 تومنه ولی 2 تاشو گذاشته تو پکم. با این چوبا مانیکور رو دیگه میخواد شروع بکنه به امید خدا. و یه جاروچی کوچولو بین دو دستاش گذاشته که هی اینو اینجوری میزنه که ریشه های انگشتای من بزنه بیشتر بیرون و بتونه قشنگ مانیکور بکنه به سمت روسی. بچه‌ها دیدید عشق من عشق ابدیو که به شاهین میگفت تو مدل روسی دوست داری؟ ای خدا کسایی که میخوان رابطه ها رو به هم بده. علی دستم بهت نرسه. علی من فقط ببینمت. علی نیم وجب. نه نیم وجب من نمیگم. ببین کوچولی همون حق ترانه بود. انشالله با هم دیگه خوشبخت بشیم. نداره دنیا مثل تو. ببین من به صورت خیلی موزیانه داشتم لاکاشو نگاه میکردم و تعدادشون رو میدیدم که انقدر زیاد هست یا نه. الکی اسم اینجا رو گذاشته VIP. این همه امتحان الهیه بچه‌ها، باید وقتی میرید توی یه جای ناخونکاری اینا رو دقت بکنید. تینگولای محله فهمیدید که این سری سوهان برای چیه؟ برای اینه که یادتونه روژین جون اینجوری سطحش خیلی ناهموار بود، این کارو انجام میده که سطح صیقلی بشه و وقتی لاک روش میزنه اینجوری موجی نشه. روژین جون کاش که این بچه‌های عشق ابدی به تو دسترسی داشتن، یکی مشاوره درست بهشون میدادی. پودر بچه را چیز خانم اسمش چی بود؟ ای فرنگیز، من برای اولین بار بود که دیدم ناخونکار باید پودر بچه میریزه روی دست و فرنگیز چون این تکنیک رو به عمل آورد. نمیدونم برای چیه ولی ریخت رو ناخونام و اینجوری پاکشون کرد. حتما یه صلاحی تو کاره. نمیدونم برای چی با تو خوبه همه چی. دیگه فکر کنم به امید خدا این دفعه آخری که با سوهان برقی داره کار میکنه سری کاجیه و داره ریشه های کنار دست پاک میکنه، در میاره، تمومشون میکنه، میزودایه. چی رو آورده؟ ریشه ها رو چیده. اینجا خیلی مرحله سرنوشت سازیه، چون که اگه ریشه دست مشتریتون رو به چخ بدید دیگه دفعه بعد نمیاد پیشتون، شرمنده. پس با آرامش تمام این مرحله رو پشت سر میذاریم. بعد هر مرحله این جاروچیو میکشه که ریشه ها تحریک بشه، بلند بشن که بتونه قشنگ همشون رو قیچی بکنه. فکر کن داری میزنی جارو با کلاسش بزنم پارو، نگیری منو دستتم. دیگه بیار یه حق حالا میریم سراغ مرحله بعدی. چون خدا وکیلی این یه کلاس خیلی آنلاین خیلی کامله ها. هر کسی خارج از کشور زندگی میکنه ممنون میشم که اوور تانکس به من بزنه. دستتون درد نکنه، انگار برای خواهر مادر خودتون دارید میزنید.
فرنگیس جون بعد اینکه همه کار رو انجام داد با همون سوهان دسته‌ای که در پک شخصی بنده هست و قراره خب خیلی بهداشتی باشه، میزشو تمیز میکنه. درسته، ببینید اینا پودرایی که از دست من ریخته، نمیدونم من دارم سخت گیری میکنم یا چی، ولی بالاخره آقا ریخته رو میز. جایزه به نظر شما بهداشتیه این حرکت؟ بعدش هم بلند میشه که همه بیسایی که داره رو بهم نشون بده. اینشون که شیریه. آره نایس. آره واقعا نایس. بعد این صورتی یکم رنگ رو داریم. بعد این صورتی شاین داره. بعد اینا چیزاش فرق میکنه. بعد اینا برنداش فرق میکنن. کدومش بهتره؟ ببین همشون خوبه، نمیشه بگیم من مثلا اینو میزنم این دو تا رو خیلی بیشتر استفاده تا این برند رو. خب ولی برنامه‌های بلند هر دو تاشون خیلی استفادهشون خوبه. به نظرم همین شیری رو بزن. شیری بزن؟ آره. باز شیری کرم تره اینو نداری؟ مثلا یه کوچولو بریم کرم تورتر. نه خود مثلا موزی داره. خوشگله ها، اصلا اینجوری زرد و اینا نیست، خوشگله. حتی نمیدونم این موادش آنالیز هست یا نه، من فقط یه آنالیز میشناسم. ببین نمیدونم دیگه، ببین خودت باید کدومو بزنی. به نظر شیر بزنی خیلی بهتره، هر چیزی که بزنی بهش میاد دیگه. فرنگیس چون رو مدل ناخونی که بهش نشون داده بودم شیری انتخاب کرد و دیگه شروع کرد ضد قارچ اول بار زدم. مارکشون هم بچه‌ها نمیدونم حالا دقیقاً چیه، اگه شما متوجه شدید به منم بگید مارکش خوب بوده یا نه. به همه انگشتام ضد قارچ زد، سریعاً بعدش دیگه دوباره به همه انگشتام زد و اونم دوباره نذاشتم تو دستگاه. فکر میکنم این یکی پرایمره. و بعد پرایمر رفتیم سراغ یه چیز دیگه که میفرمایم این زرد است. ببینید اینو با دقت بیشتری رو ناخونام میزد ولی خیلی سفت نبود، تقریبا شل بود. با تأمل بیشتری میزد چون میخواست مواد اضافه رو ناخونم نباشه و یه لایه نازک تور بود تقریبا. خیلی نازکم نه، نمیدونم بچه‌ها مگه من کیم؟ حالا من خودم هم میرم همه اینا رو میخرم دوباره با هم دیگه هم انجام میدیم. نترسید ما همه با هم هستید. آخر این ویدیو مطمئن باشید یه ناخون کار میشید. بازم اینو به 5 تا انگشتم زد، گفتش این 5 تا انگشت رو فعلا بکن تو دستگاه. کردم تو دستگاه تا اون 5 تا انگشت دیگر رو زد، دوباره اونم کردم تو دستگاه. یه کوچولو تو دستگاه میسوخت ولی زیادم نبود، کم بود. فرنگیس جون یه براش خیلی خیلی سرنازک برداشت با فکر کنم این کلینزره، نمیدونم یا الکل یا کلینزره، سر براششو پاک کرد. به بهداشت. حالا انشالله که میکروب‌هاش کشته میشه با کلینزر. از نظر مثلا دوست داری ناخن نازک باشه یا کلاه باشه یا مثلا قوسش زیاد باشه یا هر چیز یا نورمال. چی قشنگه، به من یکم یاد بده. ببین ناخن طبیعی خب خیلی خوشگل‌تر از همشونه. آره. خب من طبیعی میزنم. یعنی اونقدر مثلا چیز ناخن خورتون نمیدونم زیاد و اینا. آفرین کلفت خیلی که زشته. بعد از اون طرفم قوسش هم یه قوس خیلی ملایم میده. آره. حالا قوس بدم نمیاد ولی دیگه زیادی اونجوری نه. آره نه طبیعی. مهمترین مرحله ناخونکاری این مرحله است. باید خیلی ظریف عمل کنید. اولش یه تاپاله زشته. اولش یه تاپاله مواد میذاره بیخ ناخون، بعدش اینو کم کم میکشه به سمت جلو که همه جای ناخون یه حالت خوبی بگیره و خودش هم گفت که دیگه مدل‌های مختلفی داره، مثلا کلوفت، مثلا اینجوری عقابی طور، نازو. این مرحله رو باید دونه این مرحله رو دونه دونه باید انجام بدید برای هر انگشت و هر انگشت رو بذاره توی دستگاه، دوباره انگشت دست دیگه. بعد از 100 ساعت، بعد از یه مقداری ساعت بیایید بریم سراغ دیزاین. فرنگیس چون با یه سری متریال اومد که شروع بکنه دیزاین رو انجام بده. توی دیزاینمون هم پودر کروم داره و هم نگین و همینطور خط متالیک، حتی یه چیز ژلی آورده بود چون که مثلا یه کوچولو بعضی سطحاش هست که اومده بالا، با یه سری مواد بعد این بالا اومدگی درست بکنه. ببینید رو یه لاک شرمنده‌تونم چون که من فوق تخصص ندارم، نمیدونم این چیه، ولی یه چیز بیرنگ طور بود، زد رو دستم چون میخواد نگین و اینا
بدون توضیح بدم بچه‌ها. یه چیز زد رو ناخونم که گفتش بعد 40 ثانیه از دستگاه یووی بکشش بیرون. منم گفتم چشم. نگران نباشید من همه رو بهتون یاد میدم. ببین کارو آورد بیرون، یه 2 تا زد پشتش. حتی دیزاین کردن زیاد سخت نیست، بیشتر نیاز داره که دل به کار بدید، طبق تصویر عمل کنید. جالب، باید یه مواد مخصوص خودشو بزنی بعد کروما بزنی؟ نه، تاپ شاین باید بزنی. خب تاپ هست که آخر کار میزنیم، همین رو باید بزنیم، ولی خشک کامل نه. 30 ثانیه باید بمونه. دیدی این نگرفت به خودش؟ بعد چیزش کرد، پاکش کردم، نوک نباید باشه. چی نباید باشه؟ نوک. بچه‌ها داخل پرانتز بهتون بگم فهمیدید چی شد؟ گفتش تاپ شاین و قبل اینکه بخواید چیزو بزنید بار دیگه بشنوم چی گفت؟ تاپ شاین رو میزنی خشک کامل نشه. 30 ثانیه میذاری تو دستگاه، بعدش پودر کرومو میمالی روش که رنگ بگیره. پودر کروم. فهمیده؟ نکته طلایی بود. اشتباه به عرضتون نرسونم، این مواد متالیکه و یه سری خطا رو میشه باهاش مشخص کرد که توی دیزاین منم بود. بچه‌ها دیزاین خیلی با دیتیل بود. بنده خدا فرنگیز جون هی تو گوشی نگاه میکرد، هی انجام میداد، هی نگاه میکرد، هی انجام داد. منم تو دلم آشوب بود که کی تموم میشه. تازه پامم هست. چی دیگه؟ منم شیت شد. دست شما در بچه بزی مطمئنی نمی‌کنی کافی برات بیاد؟ نه چرا؟ یادتونه آخر بار رفته بودم ناخونه پامو درست کرده بودم که پامو آورده بودم بالا، توی پوزیشن خیلی سخت بودم. کمرم اونجا دیگه ببین، اونجا کامل دیگه کمرم شیت شد. آخرین باری که من ناخونامو درست کرده بودم همون موقع بود. فقط یه کوچولو از مواد اون خانم خوشگله افتاده بود سر ناخون، یعنی دم ناخونم دیگه. اونم ریموو کرد. چیز خانم اسمش چی بود؟ فرنگیز جون همونا رو ریموو کرد و شروع کرد پدیکور کردن. قیچی توی زاویه خاصی گرفته بود و هی ریشه ها رو میگرفت میکشید بالا، بکش بالا آقا، بکش بالا. بعد اینکه پدیکورش تموم شد از این لا انگشتی‌ها برام گذاشت. من تا حالا هیچ جایی از این لا انگشتی‌ها نذاشته بودن برام. نمیدونم انگشته من قرقناسه یا خیلی چاقه، نمیدونم چجوریه، ولی زیر اینا اصلا نمیرفت. به یه زور و ضربی کرد تو این لا انگشتی، خیلی درد گرفت. ببین آخر بارم حتی جاش کل موند. حالا وایس نشونتون میدم. که انتخاب کردم آیس یاسی بود که به موهامم بیاد. وقتی آیسو می‌خواست درست کنه اینجوری با آهن رو با یه زاویه، خب بچه‌ها ناخونکاری من فهمیدم فقط تو زاویه است. باید زاویه ها رو بفهمه آدم. من الان همه زاویه ها رو براتون حفظم. حالا بذارید خودم میخوام وسایل بخرم بهتون آموزش بدم. دستگاه یووی فرنگیز جونم فکر کنم سان 5 بچه‌های عزیز. و مرحله آخر یه اسپری الکل زد به پام که فکر کنم ضد عفونی بشه. فرنگیز جون برای پیجش میخواست عکاسی بکنه از مدلی که برای من درآورده و گفتم چه بهتر که براتون فیلم بگیرم و حتی بدونیم چه جوری از انگشته مشتریمون عکس بگیریم که توی پیج حرفه‌ای‌تر به نظر برسه. ببین همه این ناخونکارایی که پیج دارن و میخوان نمونه کارشون رو بذارن از این لنزا دارن. بچه‌ها حرفه‌ای بودن مانیکور و پدیکور و ایناتون رو خیلی بهتر نشون میده، چون که قشنگ روش فوکوس میشه و از این حرفا فکر کنم. قبلش حواستون باشه روغن به دور انگشتا نزنید، چون که براق میشه، تو عکس بد به نظر میرسه. باید خشک باشه. با دستمال مرطوب دور انگشتا رو قشنگ پاک میکنن که پرزی چیزی نچسبیده باشه به ناخن و انگشتا از این حرفا و تمیز باشه و یه کوچولو هم آبدار به نظر برسه انگشتا، مثلا خشک نباشه. ولی چربم میگم بد میشه. همه محیطو تاریک کرد، فقط نورا رو گذاشت به انگشتام که بازم مثلا یه فوکوس و فلوت بخش خیلی بلد نیستم دیگه. اینجوری عکس گرفت. زمونه دست تو دست میذاره. فرنگیز جون نشون دادم و ناخونی که تحویلم داد. از 1 تا 10 شما به فرنگیز جون چند میدید؟ امروز 1 ماه بعد با قرار کامل همه فن و فنونی که از فرنگیز جون یاد گرفتیم و پیاده بکنیم. ببینیم بعد از این همه آرایشگاه رفتن چند مرد حلاجیم. این همه رو مسخره میکنم. 1 بار جستی ملخک، 2 بار جستی ملخک. با این حال که 1 ماه گذشته ولی هیچ آسیبی ناخونام ندیده، اصلا نشکسته و خیلی محکم و مستحکم سر جاشون نشستم. پس آموزشاتی که از فرنگیز جون یاد گرفتیم درست باشه. بیاید امروز بریم با هم ببینیم دستگاه‌ها تقریبا قیمتشون چقدره، چه دستگاه‌هایی هست، چه مارکایی بهتره، چی باید بخریم و از این حرفا. پس همگی با هم
سلام خسته نباشید. از این دستگاه یووی و اینا هم دارید شما؟ تنوع دستگاه یووی هایی که این مغازه داره ایناست. یه مدل دیدم سان 5 بوده انگار، ولی این کیوه خب رنگش فرق اصلا اونجوری نیست. سری ناروشون فکر کنم اونا یکم ضعیف‌ترین، اونا چون دیگه برای سالن دارم یا قوی‌ترین مدلش. من نمیخوام برای سالن، خودم میخوام تو خونه. ولی قیمتش نسبت به چیز قیمت کم. چنده؟ یعنی الان اونا همین حدود قیمته. یکا 500، یکا 300، یکا 900، یکا 405. اونا که برای مصرف شخصی و ایناست ارزون تره اینه مثلا 700 ایناست، ولی قدرتی اینا رو نداره. مثلا اگه پلیژل داخل دست بگذاشتیم 2 بار بگذاشت. مثل اینا با یه بارش خوشنیم. بهشون گفتم ارزون ترینشو بیاره. ارزون ترینش 1350 بود، سان کیو 5. نورای داخلش هم که دارید میبینید هرچی این نورا بیشتر باشه زودتر خوش میکنه. با این دستگاه هایی که من دارم پلیژل مثلا با 1 مرتبه خوش میشه، ولی دستگاه های ارزون تر دیگه ببخشید با 1 مرتبه خوش نمیشه، باید 2 مرتبه بذارید توش. آقا بگو 100 مرتبه ولی ارزون باشه. دستگاه واسه به تراشی اینا چیه؟ سوهانه. آره. سوهانش هم داریم. سوهانم 6 مدل سوهان داریم. از یکا 950 شروع میشه تا 7600. ارزون ترین سوهان برقی که داشت 1,900,000 بود، مارکش نیل دریمه، ولی هرچی دنبالش گشت شانس من پیداش نکرد بچهای عزیز و گفتش دیروز همینجا بوده ولی نیست. مثلا این سوهان برقی 2,850,000 تومان. اینم وسیله برای آن برس. شما من نور تصویرت میکنم. نه بابا من خودم فیلم سازم خانم. به یک شنبه هفته اصفهان تو مال همه اوله آمادگاه برات میفرستم فیلم من اونجا نشون میدم. حتما شما تشریف بیارید. حتما. اگر از خودم تعریف نباشه من فکر کنم دیگه مثل من نمیاد. سلامات بفرستید، بالاخره آقای فیلم ساز رفتن. تازه میخوام شروع کنیم. بله این برای پانیس 550 950 1,650,000. آقا رو 50 میگشت کلا چیزاش. یکی دیگه هم داشت 1,650 که دیگه کلا از اون فیلم نگرفت. هرچی واتش برید بالا این 240 واته، این 165 اون 175. زودتر خوش میکنه. فقط همینه، هیچ مارک، همش هم مارک سانه بهترین. درسته. از این سوهانا شروع قیمتش سوهان برقی هم 2,300 400 بهت میدم، بلکه 2,500. حالا کم و زیاد برام. درسته. از 2,400 500 داریم تا 5 میلیون 6 میلیون. اون 2 خورده مارکش چیه؟ نایدرله. اینه. باش. امروز فرداست، بیاید تا بریم پیش فرنگیس جون که پک شخصیمون رو ازش بگیریم. بچه‌ها من یادم رفته بود ازش پک شخصیمو بگیرم. من نمیشد بگم فرنگیس جون ببخشید پک شخصیمو بدید. همین که رفتم پیشش مشتری داشت براش کاپوچینو آورده بود، نمیدونم نسکافه بود یا کاپوچینو. مجرم همیشه به سر جرمش برمیگردن. قربونت برم. میدونی دوست نداشته باشم. چقدر قشنگه. جان جونی بزن. نمیدونم به نظرتون میتونم با این سوهانه بزنم دیگه سوهان برقی نخرم دیگه. این سری از من جذب کرده بودم که حتما خریدم و انجام بدم. اولین دستگاه یوویه که گفتم دیگه ارزوناشو بیاره وسط. ارزون ترینش این بود. ببین توش لامپ بود یهو و گفتش این تفاوتش فقط اینه که یکم دیرتر خوش میشه. منم خوشحال و شاد و خندان گفتم خب پس این خیلی ارزونه حتما. قیمتش هم تقریبا 1,900,000. برگام ریخ از این قیمت. بچه‌ها این امتحان الهی بود. آقا با دستگاه لامپیش اصلا امتحانو خیلی سریع رد شد. اینم LED اصلا گفت این اصلا مارک خاصی نیست، اصلا هیچ چیزی ننوشته بود روش، اصلا هیچ برندی نبود، گفت ایرانیه. 950. من دیگه کلاهم هم اینجا بیفته نمیام برش دارم. این آقا گرون فروش بود. دست شما در نکنه. خسته نباشید. بیاید بریم یه مغازه دیگه. دستگاه یووی مارک سان C4 پلاس 950 تومن 256 واته و اینقدر LED و اینا داره. این کوچولو هم داشت 3 تا LED فقط توش بود. 170 80 تومن بود قیمتش. ارزون ترینتون اینه.
آره هست بازم پایین تر رو 500 600 تومن، اما خب یه خیلی هم باید باشه که کار بده. سوهان برقی هم 2 مدل داشت، جفتش 1,900,000 و قیمت این آقا نسبت به همه خوب بود. اسم فروشنده دستگاه یووی فروش و سوهان برقی فروش چی باشه؟ کیانوش جون آقا. کیانوش آقا همه توضیحات سوهان برقی رو بهم گفت. آخ کیانوش رو داشتم تو امتحان الهی قرار میدادم. این دستگاه یوویشو گفته بود 950. من جای عزیز ببخشید می‌خواستم ازش 850 بگیرم. اینو کمتر برام بزنی؟ 800. قیمتش بچه قبله نه تو اینترنت خدا ارزون تره، من چون میخوام سریع دیگه باش کار کنم. نهایت قبلی عید میفروختن رو 830 تومن. حالا این وری دلار رفت اس بالا. با دلار که داره هر چیزی ها پایین. هیچ کدوم قبول نمیکنم به قرآن. ما خودمون مشکلمون همینه. دلار رو بعد پایین بیاد من گرون خرید. آخه دلار بره بالا میگن لحظه ای رفت بالا بیاد پایین دیگه لحظه ای. با خودم گفتم آقا رو تهدید بکنم که بگم من نمیگیرم اگه 850 بهم بدی ببینم چی میگه که بچه ها گولمو نخورد. گفت نه نمیشه. بچه ها من اینجا نشستم در مغازشون که ببینم صدا میزنه بگه خانم بیا 800 تومن بهت میدم یا نه. 5 دقیقه قصدش هستم بهم نگفته. دست از پا کوتاه‌تر برگشتم. همگی بگید های 100 بدید تا من بگیرم. من 5 دقیقه اینجا نشستم شما منو صدا بزنید بگید بیا اینو 800 بد میدم. من دیگه دارم مشترتون میشم و من چند وقت دیگه میخوام ویدیو واسه پا بگیرم بیام از این چیز جینگولکیا بخرم. باور کن دیگه میتونستم. من فقط بخاطر اینکه فرمود که اونم تو سیستمم 2 ساعت بود. من فقط بخواد 150,000 تومان شد. اونا دیگه نمیتونم چون قیمتش قیمت پارسال کلا هم. من به خدا مشتری خوبی میشم. حالا شما دارید پشیمون میشید 2 روز دیگه. توضیحات مربوط به دستگاه یووی به هم داد و من الان من اوسال باید چی بخرم؟ ضد قار، پرایمر، بیستون رو میزنید، پلاک ژلتون رو میزنید، بعدم آخرین مرحله تاپ ژلتون رو میزنید. بهشون گفتم 3 رنگ اصلی رو بهم بدن که بتونم براتون رنگ به وجود بیارم. اون 2 قیچی هم بود که این قیچی میگفت برای آماتوراست ولی خب من که اوسام اونو خریدم. کرومی کلیره سطح ناخونتون 3 قلی نشون میده. این کروم نقره‌ایه، این کروم رادیانته بهش میگن کروم جواهری. جدیدن خیلی بورسه. وسایلی که سرگ دوم خریدم 2,900,000. سوهان برقی هم 1,900,000. بچه‌ها منم کیک خوری میکنم چون تخفیف میکنم و به طرف مثلا کارتمو میدم میگم یه تخفیف بده دا همین. نداد دیگه مشتری نیستم. جنگولای محله امروز دور هم جمع شدیم که من استادا بهتون آموزش بدم راه و روش ناخونکاری چجوریه. جا باید بریم تمرین کنیم. همین جوری نمیشه از این دستگاه ها استفاده کرد. من خیلی میتشم که دیگه از شر این خلاص بشید که آیا این ناخونکار بهداشتی هست نیست چجوره خلاص بشید. حتما پرتقال یا کیوی تهیه کنید که میخوام به صورت خیلی آناتومی بهتون آموزش بدم. حالا فعلا ولش کنید. بریم سراغ آنباکس وسایلمون. پک شخصی که خانم اسمش چی بود؟ فرنگیز جون بهمون داد ایناست. خودمون رو میسپاریم به موجهای آب. درسته من خیلی مربی ماهری نیستم ولی 99% مربی‌ها هم همینجورن، خیلی ماهر نیستن. خودشون در طول آموزش یاد میگیرن. این جزوه‌ایه که من از آرایشگرای دهات و بالا شهر تهیه کردم. همه چیز تحت کنترل. دستگاه سوهان برقی که می‌خرید به نظر من این به صرفه اقتصادی و برای خودتون مناسبه. ببین چیزشه بیلکشه که باش دیگه سوهانا رو میزنید توش دستشه. دستمون رو اینجوری یک کوچولو آروم میکنیم و توکل میکنیم و بیشتر دوباره خودمون رو میسپاریم به موجهای آب. مثلا دکمه اینجاهاشه که زیاد مهم نیستن. یه جینگولکه که اون جینگولک رو میتونی بذاری رو این و پایشه. اینم یه پایه دیگه هم اینه که مثلا اگه حالت دستی نخوای تنظیم بکنی سرعت و قدرتشو با پات میتونی روشن خاموش بکنی. سوهان برقی تو اولین کاری که باید بکنیم سریع سوهانمون رو بزنیم جا که در نمی اومد.
بالاخره با 1000 مشقت تونستیم درش بیاریم. ولی اون سری سوهان دیگه‌ای که مثلا اسمک شخصیمون بوده رو میذاریم جا، بچه‌ها نمیدونم چرا سفت نمیشد، شل بود. اشکال نداره. سر سوهان خود دستگاه رو که امتحان کردم اون سفت شد و دیگه در نمیومد. پس یه پرتقال بردارید که شروع تمرینمون رو انجام بدیم و ببینیم چند مرده حلاجیم. ببخشید بچه‌های عزیز، اصلا نمیبرد چیزای پرتقال. از اونجایی که من خیلی باهوشم با خودم میگم که شاید نکنه سوهانایی که تو خود سوهان برقی زیاد خوب نیستن، برای همین پرتقالمون رو نمیبره. برای همین سوهان برقی ها پکم و هرچی میخوام بذارم تو، ولی جا نمیره، هی انگار میفته، نمیره تو. به نظر بنده یه حقیر یه دست صدا نداری. ببخشید اوستا همین اول کار گنجه. ببینید بچه ها درسته لق میخوره و پوست پرتقال اصلا نمیبره، ولی شاید پوست پرتقال شل باشه، چون که الان فصل پرتقال نیست. پرتقالش هم خیلی نرمه، اصلا پوستشو نمیبره. به نظر من هر کاری رو با دل و جرأت باید انجام بدیم. پوست پرتقال دیگه چیه؟ مثلا اول روی ناخن امتحان بکنیم. پوست پرتقال برای آماتوراست. ما که آماتور نیست. پس پرتقال رو خورده و دیگه بسم الله رو گفته و دیگه شروع کرده. کمکم کن نذارین دل بمیره. بچه ها من دیگه دارم میکنم، نه به اول و نمیبره. قرآن نمیبره اصلا، نمیبره، به قرآن نمیبره. زیاد ترینه. فشار بدم. الله اکبر. بچه ها دارم کم کردم بچه ها. من با اینم حالا میخوام خدایا اصلا کاشکی نمیخریدم، به قرآن 1,000,000 خورده ای دادم. الله اکبر. بچه دارم میتونم صبر کن، یکم بهم فرصت بدید میشه. فقط برام سر درده گردم بندی یادگاریش تناب مرگه. خیلی ماشاءالله دارم خوب پیش میرم. والا نمیدونم سوهان دستیم و زاویه‌شو درست گرفتم یا نه. زاویه خاصه اگه یادتون باشه داشت. با سوهان خود دستگاه به اون زیرا ما نمیتونستیم نفوذ کنیم که مواد ازش بتراشیم، برای همین سوهان پکمو برداشتم. بچه‌ها ببخشید هی لق میخورد، ولی دیگه محدودیت معذوریت حتما نمیاره. دیگه انقدر سوهان دستی، برقی، آبی، توفی، هرچی که بود و نبود و من استفاده کردم بچه‌های عزیز. و دستگاهی که داشت از داغی منفجر میشد. زندگی پشیمونم، سرگردون و حیرونم. نمیدونم این چه کاری بود این انگشت ما شروع کردیم. هی میخوام بهتون نشون بدم اینجوری میشه، شرمنده. فکر بد نکنید یه موقع. نگاه کن اینجوری شد. واقعا از هر انگشتیم یه هنر میباد. منو ببین دختره بگی. خدا انقدر که من با سوهان برقی کشیدم رو دستم، اگه خواستم با قاشق زمین رو بکنم برای خودم یه تونل حفر کرده بودم. رفتم سراغ مرحله بعد، یعنی کوتاهی ناخن. بچه‌ها ببینید خوشگله محله. اولا که روحیتون رو چه از دست دادید بچه‌ها. آخرش میبینید که چی قراره ببینید. این چند مدل ناخن رو داریم و ما میخوایم مربع کوتاهش بکنیم، چون خیلی نچرال تر به نظر میرسه. جیگولای محله برای مانیکور کردن از این چوبا رو میارید و ریشه هاتون رو قشنگ باید پس بزنید. وقتی پس بزنید میبینید که یه سری چیزایی هست که سفیدن. اینا رو فکر کن پوتوکوله نمیدونم چیه دقیقاً، ولی اینا رو میتونید جدا بکنید که خیلی هم حال میده. خیلی هم مراقب باشید. هم ریشه ها رو میتونید با قیچی جدا بکنید، یه سریاشو باید با این سوهان برقی بکنید که شکل کاجه. 100 بار گفتم بهتون. اینو هول میدید تو ریشه هاتون. بچه حالا به آموزشات من خیلی اکتفا به نظر من که نکنید و دیگه از نظر بصری اگه میخواید ببینید آموزش ببینید. من نگم بهتره، میترسم کسی آسیب ببینه این مثلا من گناهکار شناخته شه. به من اعتماد نکنید بچه‌ها. ببینید من انقدر ماهرم که زیر ناخونم حتی دیدید وقتی ناخون در میاد یه جوریه، زیر ناخونم پدیکور مانیکور کردم. پدیکوره یا مانیکور؟
مانیکور. یکم دیگه بگذره اسم بابا و مامانم هم یادم میره. خیلی سختی کشیدم. ببینید انقدر وقتگیر بود که من خوندل بودم برای سوهان برقیم. گفتم این دوست به خدا یه انگشتم 2 ساعت طول کشیده بود. گفتم همینجوری بخوام 10 تا انگشتو بکنم اصلا دیگه این 100% میسوزه. برای همین حس کردم سری سوهانم خوب نیست. این سری سوهان کاجیا خوبه. به خدا 400 تومن هزینه کردم. نم 400 خورده ای. درسته خیلی هزینه کردیم ولی این برامون میمونه. این وسیله کارمونه، هنرمونه. میفهمید یا نه؟ برای طراحی و دیزاینم براش می‌خواستیم دیگه. من اینو گرفتم ارزون ترینش بود. کلی چیز توش بود 95 تومن. حالا دیگه نمیدونم از چی درست شده و چقدر کیفیت داره ولی خوب بود. من به خودم فکر کرده بودم که سوهانی که خانم گذاشته تو پکم خیلی خوب نیست. برای همین این سوهان جدید خوب خریدم. هر چی هول میدادم بچه‌ها تو این دستگاه سوهان برقم. نمیدونم به اول فصل سوهانم بده، سریم بده، خودم بدم کی بده. هر چی میکردم تو این در میومد زرتی. اینقدر فشارش دادم که هر چی روشنش میکردم دیگه حتی روشنم نمیشد. بچه چه خوب شد. خیلی داره صدا میده. 1,900,000 تومن. ای خدا. تو این موقعیت باید آرامش خودتون رو حفظ کنید خوشگلا. لطفا این ویدیو رو مامانم نبینه. خیلی دستگاه داغ کرده بود. برای همین تصمیم گرفتم که بازش کنم و ببینم مشکل از کجاست. از اونجایی که متوجه نشدم مشکل از کجاست گفتم بذار ببندمش. تو بستن دیگه به مشکل برخوردم. نمیدونستم چه جوری ببندمش. وقتی بستمش دوباره گفتم بذار امتحان کنم سوهانا رو ببینم جا میره یا نه. بچه‌های عزیز شرمنده‌تونم یه قفل بالاش بود. اینو وقتی قفلش می‌کردی دیگه دیگه سوهانه نمیومد بیرون. من نمیدونستم. برای همین پروژه با موفقیت انجام شد. وطنم ای شکوه پابرجا. نزدیک ببینم. خیلی خوب شد. واو. تمام مراحل با صبر و کوشش و استعداد زیاد مادرزادی که درونم وجود داره کردم. چنی کنی دردگی دو سخته با ملاقات من روز هفته. لاک خریدم ماشاءالله. هنو نکرده 3 تا لاک خریدم. چه لاکا زشتیم. کاش سفیدم میخریدم حداقل ترکیبات یک کوچولو پاستیلی درست میکردم. اول ضد قارچو میزنیم. نیل پراپ. بچه ها مارکش خوب هست. آیا اینو خیس کنم بکشم به دستم بده؟ بجا الکل. ایشالله که بد نیست چون من الکل یادم رفت بخرم. بچه‌های عزیز عوضه اول ضد قارچو میزنیم به همه انگشتامون حتی به ریشه های کنارش هم میزنیم که ببین. من میدونید که بچه‌ها بهداشت حرف اول آخر تو زندگی من میزنه کلا تو همه حوزه ها. دور تا دور انگشتم من بزنم آیو من دارم میزنم. یا خدا قارچ نگیرم. نمیخواد صبر کنید. همینجور بعدش یهو پرایمر هم بزنید. نیازی نیست بره اینا تو دستگاه تا حواستون هست یا نه. ولی مرحله بعدی دستگاه نیاز میشه. برای همین دستگاه رو در میاریم و آنباکسش میکنیم به امید خدا. گلاب براتون بچه‌های عزیز من میخواستم یه جا درست کنم که بتونم رنگای اصلی لاکی که خریدیم و بتونیم ترکیب بکنیم. که فهمیدم بچه‌ها رنگ سبز اصلا اصلی نیست. من بهش گفتم آقا 3 تا رنگ اصلی رو بدی. یهو سبزم به خدایا نمیدونم برای چی. با تو خوب به همه چی. انرژی خودتون رو از دست ندید خوشگلا. میریم سراغ مرحله بعدی که این مرحله باید بره تو دستگاه. چه مرحله‌ایه؟ ببین
اولش من فکر میکردم این همونه که مثلا یه سری از آرایشگاهایی که میرم الیزابت دارن، نمیدونم مارکت چیه، اونو دارن که سفت اینجوری رد میندازی با یه سری قلموها که اینجوری خوش میشه و خوب. ولی نه، این مرحله قبلشه بچه ها. ببینید شل بود و سفت نبود و نمیشد حالتش بدی. من اول بار یه گولی گذاشتم بالا، دیدم اصلا این شل شره کرد، پاکش کردم، دوباره زدم یه لاهه نازک از اینو زدم و کردمش تو دستگاه. حس میکنم یه جاهایشو خیلی بد زدم ولی دیگه نمیدونم. اوی میسوزه. مرحله بعدی مرحله لاک زدنه. یعنی الان من یه مرحله کم دارم. نمیدونم چرا یه مرحله کم دارم نسبت به همه آرایشگرا، ولی کم دارم. دفعه اولمون خب ممکنه خیلی کمی و کاسته داشته باشیم، ولی مهم اینه که بچه‌ها واقعا آخرش خیلی خوب شه. شما بازم به من اعتماد کنید، ممنون ازتون. ببین رنگا رو یه کوچولو با هم دیگه قاطی می‌کنیم، یه رنگ جذاب به دست میاد، می‌زنیم به دستمون، می‌بینیم گند زدیم، پاکش میکنیم. بعد از اینکه پاک کردیم دوباره رنگا رو میزنیم و یه سری طرح‌هایی که از ذهنمون هست و میتونیم به وجود بیاریم. قشنگ طرحش اینجوریه. وای چقدر لاکامو حروم کردم، مثل گیلاس توت فرنگی. معلومه چه؟ وی سخت مشغول به کار است. او مثل خر مانده در گل، پولهایش تمام شده، کارتش دیگر هیچ پولی ندارد و دیگه ناخونم ندارد، انگشتم ندارد. به قرآن ریشه انگشتم انقدر درد میکنه. حس بول دارم تو همه انگشتام و حتی کمرم. آی پا، خواهش میکنم شما بزرگی کنید در حق من و ویدیو رو یه لایک بکنید و یه کامنت. هر کی تا اینجای ویدیو بود خواهش میکنم یه قلب آبی بذاره، چون که من لایک آبی نخریدم. در نهایت هنرجوهای عزیز، تاپ شاینتون رو میزنید روی ناخونای دیزاین شده‌تون و میذارید در دستگاه. 1 دقیقه خواهش میکنم که صبر کنید، دندون روی جیگر مبارکتون بذارید. این ناخونه که مزه خوشه. بعدش هم که روغن تراپی مشتری عزیزمون رو انجام میدیم با کرم مرطوب کننده کامان. از اونجایی که بسیار انگشته من زشت شده بود. و بچه‌ها دیدی چقدر لاک زرد کره‌ای مد شده؟ این اصلا زردش کره‌ای نبود. برای همین منم تصمیم گرفتم این 2 تا انگشتمو حداقل عوضش کنم و سبز بزنم. پس انرژی خودمون رو از دست نمیدیم و دوباره سوهان کشی انجام میدیم. حس میکنم روز قیامت دستم میاد جلوم، بلند میشه وای میسته میگه های پدر سوخته، این چه کاری بود که با من کردی؟ بچه‌ها کاش که اینجا نشسته بودیم دوره هم با هم حرف زدیم، مگه نه؟ یا تو کامنت ها با هم دیگه حرف بزنید. بچه‌ها من اینجا الان چند دقیقه است دارم زر میزنم. به قرآن من حس دیوونگی دیگه دارم. تو قرآن شما هم یه 2 تا کلم حرف بزنید تو کامنت ها. اصلا کسی تا اینجای ویدیو رو دیده؟ نکنه من دارم برای خودم حرف میزنم. ناخونم که دیگه به چخ رفت، به خدایی معدم سرش میسوزه انقدر حرف زدم. کیانوش آقا یادته من گفتم رنگای اصلی رو بده ولی تو سبز رو دادی جای آبی. های دیگه دیوونه شدم. شاید براتون سوال باشه که چرا تا آرنج توی سایه‌ام که 10 سال پیش خریدم. من با یه ابتکار جدید اومدم. میتونید از سایه‌های تاریخ مصرف گذشته‌تون که شاین دارن به عنوان کروم استفاده کنید در هر رنگی که میخواید. الان ما سبز میخوایم. شاید کنید بازی همینجا تموم شده. نه، دختر داف و جینگول و امیر هوشنگ پسند باید کاشم خیلی زیبا باشه. گلا بره تو. بعد از جلسات مختلف که من با سوهان برقی داشتم دیگه اوستا شد. الان من اوستا و شما هم شاگردای منی. پس با دقت گوش بدید. اول سوهان برقی رو میکشی، ببین سریاشو جفتشو جدا میکنی، یه بار با کاجی یه بار با اون گنده‌ایه، چون که همه درز و دورزای پاتونم باید سوهان بکشید. بعد از اینکه این کارو انجام میدید با سوهان دستی میافتید به جون پاتون که حالت ناخوناتون رو درست بکنید. من تو نمیدونم چرا من خیلی زشت شرمنده‌تونم. وقتی حالت ناخون مشتریتون رو به حالت دلخواهش درآوردید چیکار میکنید؟ مانیکور رو انجام میدید. هی با این سیخونکی فتوکول ناخونتون رو میکشینید بیرون و با قیچی به روش اینجوری میگیرید میکشید بالاتر از دیگه. این پرایمر و این کتابا رو هی میزنید میبرید تو دستگاه و از این ضد قارچ فراموشتون نشه، چون که پا خیلی حساسه. الان تابستونه و بهداشت خود را رعایت کنید. میدونید که بهداشتم خط قرمز منه. آخه دختر عاقل مگه چقدر میگیرن یه پا رو درست کنن؟ 200 300 تا 400
که بخواد طرح امیر هوشنگ رو ناخوندن میاره 400. اندازه 1 میلیون فقط حالا باید بلنشم چیز بخورم گشنمه. و در نهایت یه پای خیلی جینگول پسند قراره داشته باشین. وای از دست دل من باز آروم نداره، چون شدم اسیرت دل برام نمونده. جینگولک های محل من اون یکی دستمو ساده زدم ولی نمیدونم چطور شد. از 1 تا 10 بهش نمره بدید راستی. فردا زرش پادکست 4 در مورد عشق ابدیه. اگه دوست داشتید چنل چیچی میگیو حتما ساب کنید. فردا خداحافظ. عالیه عالی. از دور ببینید عالیه، نگاه زیاد نزدیک نش.